ما باید دیگر شویم. سیاستدار باید دیگر شود. گپی من نیست. سیاستدار باید عوض شود، سیاستمدار باید عوض شود. یعنی کی از بالای حکومتی تاجیکستان راهبر، کی از سیاستمدارهای ما، رئیس، وزیر، پیشوا، اساسگذار، سردفتر عوض شود. گپی من نیست. تو بهروز نام فارسی داری، نام تاجیکی داری، تا نام خودت شرم داری، نام تا سلمان موندگی. یا مردک 30 ساله همین نامی من یگانجا پروبلم داره، مشکلی داره. نه پروبلم نه مشکلی همین من نام عوض کنم قرضای تاجیکستان بود میشود. تمام. نه و شرم نمیداری تو برای یک چیزی بمانی بحث کردی سعی. و به یک نفری صاحب کار میلیونر تاجری که در داخل تاجیکستان زندگی میکنه و سیاست رحمانوف دستگیری میکنه، خودش میگه که الکای سیاست باید عوض کرد. از زبان من است. مرحمت سید مراد دولتوف، یک نفری خوب میلیونر مونش نموره. اینا من نمیگم، اینا منتج نیست. اینا گوش کنید چی میگه. تکنولوژی ساختن. نیا کن. آدما کосмос با برآمدن. تکنولوژی ساختن. تاریخ ساختن. ما حاضر شیرخانه کرده گشتیم. مرا بگذار. همین شعرهایی که نوشتگان بزرگوارای ما ممکن که 10,000 سال دیگه بس است برای تاجیک. دیگر ساحه‌های آموزه. یک مدل سازید که اقتصادیات دولت ما دیگر شود. یک مدل سازید که خلق ما سطح زندگیش دیگر شود. یک مدل سازید که بیچاره دیقون زندگیش دیگر شود. من در این میبینم توانای شمایه. ما باید دیگر شویم. سیاستدار باید دیگر شود. گپی من نیست. سیاستدار باید عوض شود، سیاستمدار باید عوض شود. یعنی کی از بالای حکومتی تاجیکستان راهبر، کی از سیاستمدارهای ما، رئیس، وزیر، پیشوا، اساسگذار، سردفتر عوض شود. گپی من نیست. یعنی نفری که در داخل تاجیکستان کار و فعالیت میکنه، الکای در ایدهش همین آمیزه که ای مردم دیگر رقص و بازی، نوروزی، ایدی صدا، ایدی کدو، خواب و چکن و کرتای اطلس، ای دیگر دولتداری ما را پیش بردن نمیتونه. پس رو برای ما 30 سال شعر بنویسین، رمان بنویسین، خواب رقص کنین، بازی کنین. پس این مردک میگه که ای مردم سیاستمدار، سیاست باید عوض شود. زندگی این مردم باید عوض شود. اینه فقط اسناد زنده شاهدی حادثه که خودش میگه، من نمیگم. طرز سیاستمدارش باید دیگر شود. تاکتیکای کارش باید دیگر شود. مرحمت. یعنی تاکتیکای کاری اصولی که میره رقص و بازی میکنه او دیگر او اصول نیست. باید عوض شود. این مردک خوب میگه، من نمیگم. یعنی کی میگه؟ من نمیگم. من یگام پارلمان کشور در وزیر و مدیر نیستم، رئیس نیستم. کی میگه؟ همین مردک خوب کی میگه؟ رئیس جمهوری مردمی چین نمیگه. شوکت رئیس کیرا نمیگه. ازبکستان، رئیس جمهوری ازبکستان. رئیس قرقیزستان نمیگه. نه وزیر و رئیس قرقیز نمیگه. تاجیکستان سیاستمدارا بازی بچه‌ها کی ها؟ کی سوال کی؟ اوانگارد؟ نه اوانگارد سیاستمدار است که چرت احمقی کوچه کردن. اونا عکسش دیدی؟ انا اورو باید عوض شود. معلم باید دیگر شود. طرز تربیت کردنش دیگر شود. معارف باید دیگر شود. مردک میگه یا که خارج کننده بیچاره همین برای زندان میکنه یا که بیل آخر میدان میبره مبارزه برات زندگی را عوض میکنه. هم دو راه داره این. واقعا همین نفری که ایدئولوگ است، نفری که خب کمی عقل داره، کمی شعور داره، میفهمه یک مدت کوتاه در تاجیکستان زندگی میکنه، پای میبره که چی باید عوض کرده شود. رنگ پاپوگای دیکتافون تیار کردن هیچ کی به در کار نیست. کی رحمانوف رنگی پاپوگای پت میکنه در جلسه‌اش. یک امر وعده میکنه، یک امر میشینه وعده میکنه، یک عمری داره. سال 2018 سال جوانان کی رئیس و کی وزیر شد؟ هیچ کس. سال رشد اقتصاد، رشد سیاحی، خب چند سیاح اومد در تاجیکستان، چی انشاءات شده، چی سبوکی آوردین برای سیاحان. فرد یک طلبه تربیت کند که توانای فکرانه داشته باشد، یک چیز نو ساختن تواند.
بله این بودک این فکری من نیست. خب از داخل تاجیکستان کسایی که میگن شما از خارج رفته مردک از داخل که که سیستم باید واسه شود. تو بهروز نام فارسی داری، نام تاجیکی داری، تا نام خودت شرم داری، نام تا سلمان موندگی. یا مردک 30 ساله همین نامی من یگانجا پروبلم داره، مشکلی داره. نه پروبلم نه مشکلی همین من نام عوض کنم قرضای تاجیکستان بود میشود. تمام؟ نه و شرم نداری تو برای یک چیزی بمانی بحث کردی سای. تو گیجا بحث کردی سای. یک دولت را بگو که قرض نداشته باشه. بگو امریکا را قرض نداره. ژاپن قرض نداره. روسیه قرض نداره. فهمیش شما را یگانجا خوندگی هستی؟ التماس یگانجا خوندگی هستی؟ یگانجا خوندگی هستی؟ یگانجا خوندگی هستی؟ ما گوش که چنی خوندگی مخیمت چنی آخه چیخه یک شبینه یک شبی بستو یک شبانه روزی گردش استحصالات امریکا چند میلیارد است میدونی؟ یک کمپانی ایموبیلیش چند میلیون در یک شب کار میکنه میدونی؟ یک زواد ماشین در یک مینوت چند تا ماشین رو میدونی؟ قرض امریکا از قرض تاجیکستان فرق میکنه. امریکا را قدیما چی مقایسه میکنی؟ چند سال شد که امریکا استقلالیت به دست داره؟ امریکا کی پرزیدنت عوض کرد؟ امریکا نه پرزیدنت عوض کرد. شما ما عوض نمیکنیم. برادر عزیز شما نمونده که همین تاجیکستان سال 2015-2010 بود. فقط شما باید سالداتو را زدین کشتین میتینگ کردین. همین فقط چختای ما رو کرده همین دولت. ناو تو گفتی اکر ناو در بالا گفتی که ما با فکت و با اسناد گپ بزنیم. بیا کو همو سالداتا که من رفتم در دستم سلاح گرفتم کشتم. ناو گفتی که سالداتا رو شما کشتین. آیا من در کجا سلاح گرفتم سالدات کشتم کو بگو؟ اوخی برادر عزیز سوال منطقی جواب ته از براس خدا منطقی جواب ته در کجا من سلاح گرفتم سالدات کشتم بگو. نه که تو نگو که تو هم عقیده محیدین کبیری نیستم من هم عقیده اونها نیستم. من صدهای برادر عزیز من اون فیسبوک نگاه میکنم. ای وای خدا اگر برای انسان اگر عقل نتیه خیلی قین دست به آدمی به عقل بحث کردن. ای برادری خوب مرا گیجا تو با میبیاری با یک اپوزیسیون دیگر قیاس میکنی. من یک جوان مستقل هستم. من اعضای حرکت سیاسی گروه 24 هستم. من رفت به هیچ یک حزب و حرکت های دیگر ندارم. گناه جنایت خیانت خوبی بهبودی یک کس به سر من نزنین. همین یک اعضای گروه 24 این مثال حسین اشرف اون روز نمی آکاش در فیسبوک برآمد کرد گفت که آخه تو در پاکستان یک چرس میزدی. بستو همینجا بست نیا کن. اعضای حزب خلقی دموکرات 500,000 درست؟ تاکس правильно. تمامی مقامدارانی که در تاجیکستان هستند اعضای حزب خلقی دموکراتی هستند درست؟ نه درست همش نه 90% که در کارهای بالایی کار میکنن وزیران و رئیسان و متخصصان اعضای حزب خلقی دموکراتی هستند درست؟ خیلی 80-90%. پسری معاون رئیس آژانسی ضد فضا در تاجیکستان با قلابه متهم شد. یعنی چی؟ من گفتم که رحمانوف قلاب بود. جنایت دست رحمانوف بزنم. پسری بایدن جنایت کرده نبود. تو سوالی مرا نفهمیدی. بس تو موضوع من نفهمیدی. تو جنگ شهروندی آوردی در سر من زدی. بس تو گوش کن. بس رئیس اجنسی جنایت کرده نزد قانون جواب میده. انا کسی که جنایت کرده نزد قانون جواب میده. چی اومدی سالی 92 در سر من زدی کشتاری سربازا در دست من زدی. چی مرا گناهکار کردی؟ قضیه اساسی شما بس تو از سوال نگریز. تو سالی 92 یا که جنایت هایی که میشوه آوردی مرا گناهکار کردی. وقتی من پسری آژانسی ضد فساد که خب پدر اعضای حزب خلقی دموکراتی از گفتم جنایت کرد گفتی میروه نواز قانون جواب میده. چرا جنایت یا که اون جنگ شهروندی مرا گناهکار میکنی؟ پسری یک معاون وزیر معاون رئیس جنایت میکنه نمیگی رحمان جنایت کرد میگی خودش جواب ده. پس کسی که در جنگ شهروندی جنایت کرد جواب بدن. ما چی رب دارم؟ خوب
اگر شما بسی من ترا نگفتم که سلمان تو گرفتی نه مرا گفتی که شما کشتین مرا چی گناهگار میکنی به خلق کشتار یکمش که نه برادر عزیز من نگفتم ترا تو خود به خودت نکش من ترا گفتم که تو این دوره بعد استقلال شدی تو دوره 92 93 94 95 پس بحث سری چی از خطی من در اینجا بعد سری اونا که مثال همین گروه 24 حزب نهضت شما همه یک قوره مثالی خب پس همین اعضای حزب خلقی دموکرات همش یک قورن درست همش دزد و فاسق و فساد در داخل کشور جنایت کرد نزد قانون دا جواب چه برادر عزیز رنگ تا رفته قطعی دیگه ملت ها شده دعوت خودش از رحمانوف پرچه زمین فروغ جنایت کرد چرا نزد قانون جواب نمیده کنی اسنادت خاموشش که التماس که یک خاطراتی وزمین میکنم بانو خدا کو بعضا موارد نمیدونم عصبم میره و یک طرف دیگه قطعی این مردمی پتی بی سوادا بر پدری زندتون استغفر الله اخی یک بار برید خریطه تاجیکستان ورق بزنید اخی در پارلمان کشور برآمدن با زبان توتکیشان گفتن اخی بله پارچه زمین بحثی بود با به خاطر امنیت کشور صلح و ثبات ما دادیم اخی بر پدری نه ما خدا رو بگذاریم تاجیکستان رو در یک صف با کره شمالی و سومالی گذراندند. در یک صف حمایت مردم سومالی. یک بار بزنید مردم سومالی در کدام شرایط زندگی میکنن. این از نگاه کنین. حالا میبینین خانه آزادی که در امریکا دفترش قرار دارد تحقیقات میگذرونه. تاجیکستان با کشور سومالی در هو پره اقیانوس در منطقه زمین افریقا قرار دارد. ما با او مردم برابریم. گجا پیشوای ملت میگن می نوازین گجا میگن ایزو نمیکشین همین اگر همین هر نفری که مرا میشنوی از همون رحمانوف تو دفاع میکنی امروز تو در برابر یکی از کشورهای خفا مانده ترین سومالی کشور افریقایی قرار دارین ایراد خوب ورق بزنید بدون اینترنت یا بر زندگی و مردم ببینید که در کدام سطح شما قرار دارین که شما را اونجا برسه سلامت باشین